یعنی 2 بار در نوروز با امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت شده است. لذا در روایات داریم در وسائل که وقتی روز نوروز شد بهترین لباست را بپوش، غسل بکن. در وسائل جلد 3 صفحه 335. اما یک چیز جالبی که من امسال در روایات دیدم خیلی برای خودم جالب بود. خب میدانید که ایرانی ها قبل از اسلام در دورانهای گذشته در ابتدا چندین پیامبر داشتن، پیامبرهای زیادی داشتن و از آخر از زمان مطالب زیادی به اونها گفته شده بود. یکی از اونها جالبه که در فضائل شازان ابن جبریل قمی صفحه 175 آمده. آخر کتاب از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که حضرت علی 17 اسم دارد. یکی از اونها ابن عباس گفت خب اسمش چیه؟ حضرت فرمودن نزد عرب علی است، مادرشون حیدر، در تورات ایلیا، در انجیل بریا، در زبور قریا و عند الفرس نیروز. اصلا این عید رو چرا نوروز نامگذاری کردن ایرانی‌ها؟ قبل از اسلام چندین قرن قبل برای چی جشن می‌گرفتن؟ برای چی شادمانی می‌کردن؟ چون با خودشون میدانستن، نزد خودشون میدانستن که این روز روزی است که روز حضرت علی علیه السلام اصلا نامگذاری شده. این ایام به نام حضرت علی در ایران قبل از اسلام به نام حضرت علی خورده بوده. حالا وهابی‌ها الان بعد اسلام نمیخوان قبول بکنن. چه آدم‌هایی هستن، خدا باید به دادشون برسه.